إبراهيم لنوح مقام عظيم، لآدم نهدي عظيم السلام، وموسى الكليم القوي الأمين، ومسك الختام رسول السلام، رؤوف رحيم على مسك الختام رسول السلام. و به یقین در هر امتی پیامبری را فرستادیم با این پیام که الله را بپرستید و از معبودان باطل بپرهیزید. الله گروهی از آنان را هدایت نمود و برخی از آنان سزاوار ضلالت و گمراهی شدند. پس در زمین گردش کنید و بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است. عظيم السلام سلاما كثيرا أبا المسلمين، سلاما كثيرا أبا المسلمين، لآدم نهدي عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، در برنامه گذشته درباره نسب انبیا سخن گفتیم و گفتیم که انبیای الهی دارای نسب بالایی بودند، از ذریه ابراهیم قرار داشتند. بعد از ابراهیم هر پیامبری اومده از ذریه ابراهیم علیه السلام بوده و بنی اسرائیل که از ذریه یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم علیه السلام است و پیامبران بنی اسرائیل کلا از فرزندان یعقوب هستند، یوسف و بقیه. اما پیامبر ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبش به اسماعیل علیه السلام میرسد که فرزند دیگری از فرزندان ابراهیم علیه السلام است. پس تا رسول الله صلی الله علیه وسلم که خاتم الانبیا است، انبیا از نسل ابراهیم و از بالاترین نسب برخوردار بودند. اما انبیایی که قبل از آنها هم بودند، الله متعال میفرماید که آنها هم دارای نسب بالایی بودند و از بزرگان قوم خود بودند. اما اون اعتراضی که شاید برخی از افراد اعتراضاتی داشته باشند بر این مسئله که چرا مشرکین مکه اعتراض میکردند که از ثروتمندان ما و یا از بزرگان ما نیست. بدون شک که محمد از لحاظ نسب از بزرگان بود و از بنی هاشم بود، اما از ثروتمندان نبود. چون وقتی جامعه مشکل داشته باشد و از لحاظ جامعه بیمار باشد، در جامعه بیمار دیگه نگاه نمی کنن به اخلاق و رفتار هر شخص، به نسبش، به کرامتش، به اون جایگاهی که باید اون شخص داشته باشد از لحاظ مکانت علمی، دینی، اخلاقی، دیانت و دینداری، بلکه در جامعه بیمار به مال و ثروت هر شخص نگاه می شود. حال جواب خود را باید گرفته باشید عزیزان بر این سخن که چرا مشرکین و برخی افراد این سخن را می گفتند. چون اون جامعه بیمار بوده است و این سخنان را می گفتند. همون گونه که امروزه در جامعه های بیمار خودمون وقتی می بینیم که یک شخص ثروتمند احترام خاصی برای او می گذارند، نه به خاطر جا و مقام و منزلتی که خودش دارد، نه به خاطر مال و ثروتش، یا شاید به خاطر ترس از بلاهایی که در آینده به ایشان برسد. اما دلیل بر این نمی شود که اون شخص دارای احترام قلبی اشخاص هست. مشاهده شده است بارها که افراد جلوی یک سری اشخاص سلام حضرت عالی و پشت سر اون شخص
شروع کردن به بد و بیراه گفتن اون شخص. اما کسانی که با همدیگر دوستند و دیگران و محبت قلبی اون شخص در قلب اونها هست و محبت اون شخص قلبی است، میبینیم که هم در پنهانی و هم در ظاهر و وقتهایی که اون شخص در جمع اونها هم نیست، میبینیم که با یک احترام خاصی یاد اون شخص بزرگواری که در اون جامعه هست یاد میکنن. و وقتی گفتیم از نسب بالایی برخوردار بودن، هم این مسئله هم باید در نظر داشته باشیم که انبیاء الهی هیچ کدوم برده نبودند، هیچ کدوم از بردگی کسی را انجام نمیدادند، چون لازمه تبلیغ رسالت الهی این است که اون اشخاص آزادانه به کار خود بپردازند و اگر شخصی برده باشد نمیتواند کاری را از پیش خود انجام بدهد مگر با اجازه و اذن آقای خودش. لذا هیچ پیامبری برده نبوده و خداوند هیچ پیامبری را از بردگان هم انتخاب ننموده. استعدادها و توانایی‌های پیامبران باید بررسی کنیم با هم که چگونه استعداد عقلی و معنوی و اخلاقی داشتن. در مورد اخلاق انبیا گفتیم، اما اینکه چه استعدادهایی داشتن و چه توانایی‌هایی داشتن، الله متعال در سوره اعلی آیه 6 می‌فرماید سنقرئک فلا تنسی. به رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید ما قرآن را بر تو خواهیم خواند، سنقرئک و به تو خواهیم آموخت و شما ای رسول الله آن را فراموش نخواهی کرد. از قوت ذهنی و حافظه رسول الله صلی الله علیه و سلم میرساند که با خوندن جبریل آیاتی از کلام الله رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را حفظ می نمود و آنها را فراموش نمی کرد. سنقرئک فلا تنسی. بنابراین دین الله متعال بر دشمنان عرضه کرده و در مقام استدلال آنها را ساکت کرده و پی پاسخ می گذاشت. در قدرت توانایی انبیا اگر بخواهیم بررسی کنیم، در مجادله ها و سخنان و مناظراتی که بین انبیا و مشرکین بوده، الله متعال در قرآن آنها را برای ما بازگو نموده. در قصه ابراهیم علیه السلام الله متعال می‌فرماید، قصه ابراهیم با پادشاه وقت خودش نمرود، الله متعال می‌فرماید فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین. پس آن مرد کافر مبهوت شد و الله متعال مردم ستمکار را هدایت نمی کند. زمانی که ابراهیم با پادشاه زمان خودش داشت مناظره می کرد، اینگونه با پادشاه سخن گفت. پادشاه گفت که پیامبر ابراهیم گفت الله من و رب من کسی است که انسانها را زنده می کند و از این دنیا می میراند. اون پادشاه زیرک که میخواست مردم را گمراه سازد این گونه جواب داد که من هم کسی را بخواهم زنده نگه می دارم و کسی را که هم بخواهم می کشم. یک شخصی را دو شخص را آوردن، حکم اعدام دوتا را صادر کرده بودن از پیش خود و ظاهری، و یکی را آزاد کرد و گفت که این که قرار بود بمیرد آزادش کردم و من اونو زنده نگه داشتم و به اراده من بوده، در حالی که میخواست مردم را گمراه کند. منظور ابراهیم این بود که به او بفهماند اون اشخاصی که به دنیا میآیند به دستور و فرمان خداوند است و اون اشخاصی که از این دنیا میروند هم به دستور و فرمان خداوند است. اما این شخص این حیله را به کار برد. شخص دیگری که متهم به اعدام بود را کشت و گفت من یکی را کشتم و یکی را زنده نگه داشتم.
پیامبر ابراهیم علیه السلام دید که این آدم درو و حیله‌گر این گونه داره جواب میده، گفت پروردگار من کسی هست که خورشید را از سمت مشرق طلوع میده. اگر شما میتونید اون را از سمت مغرب طلوع بدید، برعکس بشه. چون دیگه در توان پادشاه های این دنیا نیست که مسیر زمین یا حرکت زمین را نگه دارن. شخصی که خدایش را شناخته دیگه میدونه چگونه با ملحدین و مجرمین سخن بگه. وقتی که پیامبر ابراهیم این سخن را گفت، اون کافر و ملحد در جا ماند و مبهوت در جای خود سخن نگفت. فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین. اما نحوه دعوت ابراهیم علیه السلام با مردم زمان خودش هم این گونه بوده است که زمانی که ابراهیم علیه السلام خواست مردم را متوجه کند که پروردگار من پروردگار بسیار بزرگی است، زمانی که ابراهیم علیه السلام خواست به مردم زمان خودش بگوید که ای انسانها، ای بنی آدم، متوجه باشید که پروردگار من کی هست، این گونه بیان نمود به مردم زمان خود. اول شروع کرد به ستاره و بعد ماه و خورشید و وقتی به خورشید رسید گفت نگاه کنید پروردگار من این که از همه بزرگتره. همه منتظر بودند که خورشید از او چه فرمانی صادر می شود. وقتی خورشید غروب نمود به مردم خودش گفت که پروردگار من از همه اینها بالاتر است. پروردگار من غروب نمی کند. پروردگار من همیشه با بندگان خود هست. خواست بفهموند که این ستارگان و ماه و خورشیدی که می بینید همه به این بزرگی هیچ کاره اند و اونی که همه کاره این دنیاست خداونده و به این طریق میخواست مرحله مرحله مردم را به الله برسونه و مردم را از دین آگاه کنه. برای همینم الله متعال فرمود و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه. اما سخنان موسی علیه السلام با فرعون چگونه بود و چگونه فرعون را بهت زده در جای خود نشان و نتونست جواب موسی بدهد و از خشم و ناراحتی رو کرد به هامان و به سربازان دیگرش که من میخواهم برم به ملاقات خدای موسی. چون از سفیر خدا شکست خورد، از رسول الله، از پیامبر موسی علیه السلام شکست خورد، چاره‌ای نداشت اینکه بگوید ساختمانی درست کنید که من میخواهم برم بالا پیش اله موسی. اما اونچه که بین موسی و فرعون گذشته است چه بوده است و چگونه با هم سخن گفتند را با هم یک میان برنامه میبینیم. دوباره باز خواهیم گشت. وصال حق، ندای حقیقت. الحق من ربك فلا تكونن من الممترین. این فرمان حق از سوی پروردگار توست، بنابراین از تردید کنندگان مباش. با عرض سلام مجدد خدمت شما عزیزان بینندگان محترم.
مناظره‌ای که بین فرعون و موسی علیه السلام بوده چگونه بوده است. وقتی که موسی پاسخ فرعون را میداد تا اینکه فرعون بی پاسخ ماند و از آن به بعد شروع کرد به تهدید کردن موسی، فرعون گفت که و ما رب العالمین، این پروردگار جهانیانی که شما انسانها را به سوی او دعوت می کنید چه کسی است؟ پیامبر موسی در جواب فرمود قال رب السماوات والارض و ما بینهما، پروردگار آسمان ها و زمین است و آنچه که بین آسمان ها و زمین است. ان کنتم موقنین، اگر یقین دارید. قال لمن حوله الا تستمعون، به اطرافیان خود فرعون به اطرافیان خود گفت که میشنوید چی میگوید این؟ قال ربكم و رب آبائكم الاولین، با شدت بیشتری پیامبر موسی جواب او داد و گفت پروردگار پدرانتون و خودتون هست. پروردگار خودتون که هست هیچی، پروردگار آبا و اجدادتون که از ابتدای زندگی دنیای شروع بوده است هم هستن. فرعون گفت که قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، شخصی که به سوی شما فرستاده شده یک شخص دیوانه ای. پیامبر موسی فرمود قال رب المشرق والمغرب و ما بینهما، پروردگار من پروردگار مشرق و مغرب است. ان کنتم تعقلون، اگر عاقلید این را باور میکنید. چرا؟ چون پروردگار است که انسانها را خلقت نموده است و این جهانی که دارد میگردد و این مشرق و مغربی که به وجود می آید هم به دستور خداوند است. قال لئن اتخذت الها غیری لاجعلنك من المسجونین. بعد که در جدل و توانایی فرعون کم آورد در مقابل پیامبر موسی علیه السلام، گفت اگر غیر از من معبودی بگیری و کسی دیگر را بپرستی زندانیت میکنم و شما را زندانی خواهم کرد. این نحوه تعامل فرعون بود با پیامبر موسی علیه السلام. چون کم می آوردن دیگه شروع می کردن به زور وارد شدن. از لحاظ منطق و عقل کم می آوردن و نمی تونستن در مقابل انبیا بیستن، شروع می کردن به زور آزمایی، با جنگیدن، با کنار گذاشتن، با زندان کردن. اما نمونه کامل بندگی الله در انبیا مشاهده می شود. ویژگی بسیار مهمی که انبیا داشتند این بوده که بنده کامل و خالص الله رحمان بودند. به هر اندازه که انسان بندگی الله متعال را بیشتر در رفتار، گفتار و اعتقاد خیش تحقق بخشد، به همون اندازه هم از کمالات انسانی صعود می کند. و برعکس، هر اندازه که انسانی از خدای خود فاصله بگیرد و دچار عجب و کبر و خودپرستی بشود، به همون اندازه هم از اخلاق و رفتار یک انسان والا دور می شود. برای همین موقعی که الله متعال از وصف بندگانش میگوید، از نحوه عبودیت پیامبرانش میگوید، آنها را به عنوان یک بنده مطیع خود در قرآن یاد میکند، بخصوص رسول الله صلی الله علیه و سلم. به نمونه آیاتی که الله متعال
یاد نموده است. از انبیا در قرآن مجید بررسی میکنیم که الله متعال چگونه پیامبر ما را در صفت بندگی خود یاد نموده است. فاوحى الى عبده ما اوحى. جبرئیل وحی نمود آنچه که باید الى عبده ما اوحى، به سوی بنده الله وحی نمود. پیامبر بنده الله بود، بندگی الله می نمود. برای همین خداوند متذکر می شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم با این همه جایگاه و مقام و منزلتی که نزد الله متعال داشته، اما بنده خالص الله بوده، بندگی الله می نموده. در آیه دیگر الله متعال می فرماید تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. در این آیه الله متعال چگونه پیامبر را وصف می کند. خجسته است خداوندی که فرقان، یعنی قرآن که جدا سازنده حق از باطل است، را بر بنده خود محمد نازل کرد تا برای جهانیان هشدار باشد. یک هشداری سخت برای جهانیان که مواظب باشید. محمد بندگی خداوند انجام میداد و فقط بنده مخلص الله متعال بود و خالصانه الله را عبادت میکرد و از هیچ کس هراسی نداشت و هر آنچه که به اون دستور میشد انجام میداد. صلی الله علیه و آله و سلم. و زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت می نمود، خود را در جایگاه بندگی خداوند قرار میداد که او بنده خداست، مأمور است از طرف خداوند و باید این کارها را انجام بدهد و این از بندگی خداوند است که باید رسالت و دین الهی را به دیگران برساند. الله متعال می فرماید در آیه 19 سوره جن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. به من وحی شده است که چون بنده الله متعال محمد بر پای ایستاد و شروع به نماز و خواندن قرآن در آن کرد و به پرستش الله متعال پرداخت، کادوا یکونون علیه لبدا. کافران پیرامون او نزدیک بود که بر او هجوم آورند. نزدیک بود اون کافرانی که اطراف پیامبر وجود داشتن میخواستن بر پیامبر هجوم آورند. در آیه دیگر در وصف بندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال این گونه میفرماید سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. همانا که خداوند بسیار آگاه و شنواست. لذا میبینیم که خداوند رسول الله صلی الله علیه و سلم را در وصف بنده بودن الله اون را ذکر نموده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک بنده خالص و مخلص الله بوده است و وقتی شروع می نموده به دعوت و کارهای دینی خود را بالاتر از امر دعوت قرار نمی داده. با این بندگی است که انسان کامل می شود و با این بندگی است که انسان کاملا به الله نزدیک می شود و می خواهد که الله را فقط عبادت کند.
روزی از روزها یکی از همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم غذایی در ظرف‌های قشنگی برای رسول الله صلی الله علیه وسلم آورد و گفت رسول الله بفرما. رسول الله ناراحت شد و سرش را خم نمود و گفت بلکه دوست دارم به مانند بردگان غذا بخورم. اینقدر متواضع بود رسول الله صلی الله علیه و سلم. از بندگی می شود که خدا را عبادت کرد و انسانها را به بنده بودن بندگی رساند، نه اینکه شخص بنده خالص خدا نباشد و بخواهد و ادعا کند که من میخواهم مردم را به بندگی الله متعال برسانم. نه، این گونه نیست. اما ویژگی مهمی که انبیای الهی باید داشته باشند این است که همه آنها باید مرد باشند و زن نبودند. هیچ یک از انبیای الهی و پیامبران زن نبودند. شاید برخی ها بگویند اون وحی هایی که به سوی مریم بنت عمران می شد، وحی که به سوی مادر موسی شد و بسیاری از انسان های دیگر وحی هایی شده، آیا این دلیل بر نبوت اونها نیست که این مسئله مرد بودن انبیا و پیامبران الهی به برنامه دیگر موکول می کنم و مناقشه این مسئله را در جلسه دیگر و برنامه دیگر خدمت شما عزیزانم را عرضه خواهم داشت. تا برنامه دیگر و جلسه دیگر شما عزیزانم را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ومسك الختام رسول السلام رؤوف رحيم على المؤمنين سلاما محمد في الأولين سلاما محمد في الآخرين سلاما محمد في الآخرين